سرخط مهمترین خبرها: پوتین وارد دوشنبه شد. آیا موضوع مهاجران بررسی می شود؟ آمریکا از سازش اسرائیل و حماس برای آتش بس خبر داد و در همایش سازمان امنیت و همکاری در اروپا از فشار و اذیت بر روزنامه‌نگاران تاجیک گفتند. سلام بینندگان عزیز، برنامه نویدی بامداد است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 9 اکتبر سال 2025 است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شام 8 اکتبر با سفر دولتی وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. پوتین را در فرودگاه پرزیدنت امامعلی رحمان پیشواز گرفت. برنامه سفر رئیس جمهوری روسیه از گذاشتن گلچنبر بر پایه مجسمه اسماعیل سامانی آغاز شد. قرار است امروز ولادیمیر پوتین با امامعلی رحمان علیه و بعداً با حضور هیئت واخری گذراند. سفر پوتین به تاجیکستان تا 10 اکتبر ادامه می‌کند، ولی به جز برنامه عمومی سفر و دیدار و گفتگوها جزئیات درباره موضوع مشخص صحبت و سازشنامه‌های احتمالی دادن نمی‌شود. تنها صبح 8 اکتبر مقامات کرملین در شرح نقشه کاری رهبری روسیه در تاجیکستان گفتند تا 15 سند همکاری امضا می‌شود و قرار است درباره همکاری‌های سیاسی، تجاری، اجتماعی، فرهنگی و انسان دوستانه بحث و تبادل نظر صورت بگیرد. قرار است ولادیمیر پوتین در نشست آسیای مرکزی روسیه و همایش سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل شرکت کند. برای سفر پوتین و دیگر رهبران اتحاد دولت‌های مستقل در دوشنبه چهاره‌های امنیتی سخت جاری شده است. از جمله بازار، کلانترین مرکزهای سودا، راه‌های مرکزی و مسجدهای کلان بسته شده، ورود به پایتخت محدود شده است. بینندگان عزیز، تفصیلات نو درباره سفر پوتین به تاجیکستان دوام روز در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org پخش می‌شود. اسرائیل و گروه حماس بر سر بخش اول صلح توافق کردند. در این باره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شام 8 اکتبر خبر داد و گفته ترامپ توافق به آن معناست که همه گروگان‌ها به زودی آزاد خواهند شد و اسرائیل نیروهای خود را تا جای توافق شده عقب می‌برد. این قدم برای صلح پایدار و همیشگی است، نوشته است ترامپ. چند لحظه بعد از اعلان رئیس جمهوری آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در بیانیه گفت با یاری خدا همه آنها را به خانه باز می‌گردانیم. گروه حماس که در آمریکا و اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است، حاصل شدن توافق را تصدیق کرده است. کاخ سفید میگوید که احتمال دونالد ترامپ روزهای نزدیک به مصر سفر کند. جزئیات بیشتری توافق فعلا معلوم نیست. سخنگوی وزارت کارهای خارجه قطر که یکی از میانه‌روهای این مذاکرات است در شبکه ایکس نوشت توافق سبب پایان جنگ در غزه، آزادی گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی و ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه خواهد شد. اسرائیل و هم حماس از دونالد ترامپ برای کمک در حاصل شدن این توافق سپاسگزاری کردند. نخست وزیر اسرائیل گفته است که سازش حاصل شده باید در جلسه ویژه حکومت این کشور تصدیق شود. مذاکرات میان اسرائیل و نمایندگان حماس در مصر روز 6 اکتبر آغاز شد. این مذاکرات بر سر طرح پیشنهادی دونالد ترامپ بود که از 20 بند عبارت است. این طرح پیش بینی می‌کند که گروگان‌های اسرائیلی در غزه آزاد شده، در عوض اسرائیل زندانیان فلسطینی را رها می‌کند. توافق نو بعد 2 سال آغاز جنگ نو در غزه به دست می‌آید. این جنگ 7 اکتبر سال 2023 با حمله گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. در این روز حماس 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 250 تن دیگر را به گرو برد. در پای حمله‌های نزدیک به 2 سال اسرائیل به غزه 67000 فلسطینی کشته شدند که اکثر آنان زنان و کودکان می‌باشند. 2 تن از فعالان تاجیک در همایش سازمان امنیت و همکاری در اروپا در ورشو و حکومت تاجیکستان را برای سرکوب آزادی بیان و فشار و بازداشتی روزنامه‌نگاران تنقید کردند. همایش سالانه این سازمان در موضوع حقوق بشر روز 6 اکتبر در شهر ورشو و پایتخت لهستان آغاز شد. محمد جان کبیروف، محرر تلویزیون ازدا، یک رسانه نزدیک با مخالفان تاجیک، روز 8 اکتبر به رادیو آزادی گفت در صحبتش بیشتر به بی‌توجهی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا به سرنوشت روزنامه‌نگاران زندانی و نشریه‌هایی که بسته شدند تمرکز کرده بود. کبیروف پیشنهاد کرده است که بر روزنامه‌نگاران زندانی جایزه‌های بین‌المللی برای آزادی بیان و شجاعت دهند تا نامشان فراموش نشود. عبیدالله سعیدی، رهبر سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، روز 8 اکتبر به رادیو آزادی گفت در سخنرانیش به مسئله روبرو بودن روزنامه‌نگاران با خطر جدی در داخل تاجیکستان تاکید کرده است. سعیدی گفته است که یک گروه روزنامه‌نگاران در تاجیکستان اکثراً با اتهام‌های افراط‌گرایی،
تروریسم و یا تشکیل تظاهرات به حکم‌های طولانی محکوم شدند. به گفته همصحبتان رادیوی آزادی، به دلیل فشارها صاحبان بسیار از رسانه‌ها مجبور شدند که به خارج کشور کوچ بندند و برخی ژورنالیست‌ها از نوشتن مسائل انتقادی دست کشیدند یا برای امین ماندن کشور را ترک کردند. آژانس ضد فساد تاجیکستان از شهروندان کشور خواسته است که برای پس کردن شدت فساد در کشور پیشنهاد و تکلیف‌های خود را به این نهاد ارسال کنند. با تاکید آژانس، پیشنهاد ساکنان در تهیه برنامه مقاومت با فساد برای 5 سال آینده استفاده می شود. در همین حال این نهاد از ساکنان خواسته است که معلومات رویکی به تحلیل و خصوصیت عمومی داشته پیشنهاد نکنند. همکارم شعلای عبدالله از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسید که راه‌های پیشگیری از فساد چیست و برای از بین بردن کروپسیا به آژانس چی مشورت می‌دهند. نظر ساکنان را با هم ببینیم. برای پیشگیری کردن همه گونه حادثه‌های نامطلوب پیش از همه مردم را با جای کار تامین کردن در کار. ساعتی بیکاری تو پس نکنیم، ما خواهیم نخواهیم که این حرکت‌های نامطلوب با عمل می‌بینن. من فاکولته خوشناسی تمام کردم. در اونجا در حقوق جنایتی 2 عامل اساسی صادر شوی جنایت است. اول بیکاری و دوم مایزدگی. ما تو همین حالتی بیکاری شهروندان رو برهم نتیم، هیچ گونه حادثه‌ای که نامطلوب است پیش روش رو گرفتن نمیتونیم. بنابراین اساسی فعالیت دولت از اون عبارت است که پیش روی بیکاری رو گیرن. برای این چیکار کردن در کار؟ شماره زیادی تشکیلات‌هایی که اصلا در کار نیستن پیدا شدگی. شماره زیادی کارمندانی که در جای کار به اساس شتگی هستند. آن همین رو کم کردن در کار. چون که علم حقوقی مالیه نشان می‌دهد که ما تا وقتی که شماره مفتخران رو پس نکنیم سطح زندگی مردم رو بلند برداشت نمیتونیم. به نظر من اگر معاش طبیبان، معاش معلمان زیاد شود، با فکرم میشود خود کم بیش هم باشد پیشگیری کرده میشود. اصلا من گمان میکنم معاش باید نیست، معاش تقریبی نیست. بسیاری خوب میدونند که اکثر اون نفرانی که در سمت پیشگیری فساد یعنی کروپسیا کار و فعالیت میکنند و در همون ساختارها و کمیته و تشکیلات‌هایی که وزارت اداره‌هایی که بواسطه در سمت پیشگیری کروپسیا کار و فعالیت میکنند، خودی آنها نیز ما میشنویم و بارها در رسانه‌ها هم نشر و پخش شده است که آنها نیز با کروپسیا دست میزنند. اگر خوب میشد که بسیار خوب میشد که اول از همین نهادها مسئله ریشه‌کن کردن کروپسیا رو از همین نهادها آغاز کرد. فکر میکنم آهسته آهسته با همین طریق در دیگر ساختار و کمیته و دلخواه حالتها کروپسیا از بین میرود. مردم اگر همونو نتیه کروپسیا مجبور میشه کارشون بود کنه. بینندگان عزیز، شما برای کم کردن سطح فساد یا کروپسیا در تاجیکستان چه پیشنهاد دارید؟ لطفاً در زیر برنامه نظرتان را نویسید. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 9 اکتبر را فرا می‌گیرد. روز 9 اکتبر سال 892 در دهه شیرآباد ولایت سرخاندریای جمهوری ازبکستان امروزه ابوعیسی محمد ترمیزی درگذشت که از دانشمندان بزرگ اسلام و گردآورنده حدیث و فقیه فارس و تاجیک دانسته می شود. باور می رود که این زاده ترمیز و شاگرد امام بخاری 68 سال عمر دیده تصنیف حدیث ها را موافق موضوع به انجام رسانیده است. الجامع و کتاب التاریخ از معروفترین اثرهای او به شمار می رود. مقبره امام ترمیزی در شیرآباد زیارتگاه مسلمانان بوده مسجد مرکزی دوشنبه به نام او گذاشته شده است.
9 اکتبر سال 1877 زادروز عبدالواحد منظم از معارف پروران نسل اول بخارا می باشد. منظم همگی 57 سال عمر دید و رسالتش را در تبلیغ علم و معارف زمانوی، تعلیم سواد برای قشر وسیع به بضاعت بخارا می دید. او سال 1908 در کنار دیگر همفکران از جمله صدرالدین عینی در حوله خود اولین مکتب اصول نو یا جدیدیه را باز کرد. این مکتب که تنها 1 سال کار کرد توانست در ذهن سنتگرای امارت بخارا انقلاب فکری ایجاد کند. شروع از سال 1969 هر سال 9 اکتبر چون روز پوچتا تجلیل می شود. سازمان ملل متحد می گوید این سنه به خاطر مساعدت در پیشرفت کار ارسال نامه و مراسلات ایجاد شده است. در سراسر جهان بیش از 5 میلیون نفر در ساحه پوچتا کار می کنند که با ارسال نامه و پول، دارو و تحفه ها به کنج و کنار عالم سهم خود را در ارتباط میان انسان ها می گذارند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 113 سومانی 114 سومانی برابر از $100 آمریکایی باشد تا 925 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 9 اکتبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبرها از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی.org و صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا هفته آینده خدا نگهدارتان.